ازاده با سلام دارم به شما همینان عزیز ارجمندم. امروز دوشنبه 24 شهریور ماه. من چند روز در خدمتتون نبودم، بستری بودم. آقای سپر خسروی برنامه رو ایجاد میکنه، ازش سپاسگزارم. اجازه بدید که ابتدا به ساکن ارتباط رو برقرار کنیم با آقای فرهاد منتقی عزیز در اروپا و سلام کنم به روزنامه‌نگاری که بعد از انقلاب به دنیا آمده. خیلی مهمه، یعنی واقعا وقتی کند و کاف میکنم متوجه میشم که پاره از روزنامه‌نگاران قبل از انقلاب و بعد از انقلاب به یک توافق اساسی رسیدن، به توافق ریشه‌ای بر سر تاریخ معاصر، به ویژه اتفاقاتی که در سال 57 در میهن مملکت ما رخ داد. در نتیجه مسیرم که انتخاب کردن به سمت آینده مسیر مشترکی، این اتفاق مهمیه، خیلی خیلی مهم. برای جان درود بر تو، خیلی خوش آمدی. عرض درود و ادب دارم خدمت شما و خدمت همکاران محترمتون. همچنین عرض ادب دارم خدمت تمام بینندگان محترم تلویزیون پارس. ممنونم. یه اتفاقات جاری در سطح جهان میگذاری که نظرم حائز اهمیت این تظاهراتی که برگزار شده در بسیاری از کشورهای جهان غرب که بی سابقه است در مورد مهاجرین، نشون دهنده نقطه عطف. یعنی عملاً اروپا داره از سیاست‌ها دکترین خودش از بعد از جنگ دوم جهانی به ویژه از دهه 60 به بعد کاملا فاصله میگیره، مسیر رو تغییر میده. این مهمه با توجه به اینکه میتونه در نهایت منجر بشه به حذف همه گروه‌های تندرو و اکستریمیست اسلامی در این کشورها که بسیار فعال بودن، در انگلیس، در فرانسه، در اتریش، در آلمان و در بسیاری از کشورهای دیگه و در اروپا هم، در آمریکا هم که کار به جایی رسید که مثلا شهرداری که انتخاب میشه برای نیویورک، در شهری که بیشترین یهودیان اجتماع کردن، شهری است که خب مشتهر به این که تاندانس‌های ضد یهودی داره، مضافاً این که شیعه است و منتسب به گروه‌های چپ افراطی در ایالات متحده آمریکا. این دست کم این اتهاماتی که متوجه اون میکنه. فرهاد جان سراپا گوشی. بعد اتفاقات که کل دنیا تقریبا داره دستخوش یه تغییر میشه، انگار در یه عصر خاصی هستیم، یک رنسانسی داره در جهان اتفاق میفته که عجیب و غریب. هر گوشه رو نگاه میکنیم، آبستن حوادث بزرگ بالا رو نگاه میکنیم، داستان روسیه، ناتو اومدن تقریبا نزدیکترین جا به مرز لهستان موشک گذاشتن با کلاهک هسته‌ای. از اون طرف نگهبان شرق رو داشتیم، اومدن در شرقی ترین قسمت ناتو انواع و اقسام تجهیزات از توپ و موشک گرفته تا هواپیماهای مختلف قرار دادن. اون طرف سمت چین رو نگاه میکنیم، اومده به فیلیپین هشدار داده، گفته مواظب باش داری پاتو از گلیمت درازتر میذاری. این طرف نگاه میکنیم جمهوری اسلامی همچنان در گیرودار اینه که تضمین بگیره بهش حمله نکنن. وقتی برمیگردیم به گذشته نچندان دور نگاه میکنیم، زمان رئیسی میخواستن تضمین بگیرن که آمریکا از این توافق خارج نشه، حالا میخوان تضمین بگیرن که آمریکای اسرائیل بهشون حمله نکنه. علیرغم تمام بدبستونا و رفته و برگشته و بعد از اینکه تمام مراکز هسته‌ایشون خورد، یک کاغذ پاره‌ای در قاهره امضا شد. این که میگم کاغذ پاره، دقیقاً بعد از امضا شدن مشخص شد که کاغذ پاره بوده. یعنی اون طرف به عنوان دستاورد معرفی کرد آقای گروسی که بله ما یه چیزی امضا کردیم و توافق و آژانس به توافق رسید. اینور عراقچی گفت آقا توافقی که اجرایی نبوده، که ما توافق کردیم با هم که اگر یه روزی خواستن بیان بازرسی کنن، ما شورای امنیت ملیمون بررسی کنه جواب بده. یعنی دقیقاً اون توافقنامه که آژانس امضا کرده در حالت حاضر با جمهوری اسلامی، عین دو توافقنامه‌ای که جمهوری اسلامی با چین تحت عنوان قرارداد 25 ساله و توافقنامه 25 ساله امضا کرد و عین همونی که با روسیه امضا کرد که نه یک سنت براشون آورده مالی داشت، نه قدمی اینو براشون برداشتن، نه هیچی. اصلا توافقنامه یا قرارداد اگر توش بازه زمانی نداشته باشه اصلا تعهدآور نیست.
من با شما معامله میکنم یه ماشین به شما بفروشم، اگر زمان نذارم میگم خب آقا پول گرفتم ولی 70 سال دیگه ماشین رو میدم، من که نگفته بودم فردا میدم که. الان داستان اینا هم همینه و این برای جمهوری اسلامی امضا کردن و نکردنش فقط براش بود تبلیغاتی داشت. الان در از افکار عمومی میخواد بگه ما یه قدم اومدیم جلو دیگه، ما توافق کردیم با آژانس، حالا شما هم باید برای ما یه کاری انجام بدید. چیکار کنید؟ اسنپ بک رو کنسل کنید. حالا توافق چیه؟ میگه در مورد سایت هایی که حمله نشده بهشون شورای امنیت ملی باید بررسی کنه، جواب میده. حالا حتما فکر می‌کنیم که اونا که حمله شده بلافاصله بیان، نه، اونا که حمله شده که اصلا الان امکان پذیر نیست. از محیط زیست گرفته تا همه چیز باید بررسی کنه، بعداً تازه میره شورای امنیت ملی. حالا شورای امنیت ملی میتونه فردا جواب بده، میتونه 6 ماه دیگه جواب بده از وقتی که درخواست بدن. میتونه شورای امنیت ملی بررسی کنه بگه آقا مسئله خیلی مهمه، ما میدیم مجلس تصمیم بگیره. مجلس میتونه تو دو فوریت نذاره که زود بیاد به صحن، یا وقتی اومد انقدر موافق و مخالف صحبت کنن به جلسه بعد بکشه که جا داره 1 سال عقب بندازه. حالا نگرانی از چیه؟ اگر سایت هایی که مورد حمله قرار گرفته که جمهوری اسلامی ادعا میکنه میگه آقا تمام اون 400 کیلو اورانیوم غلیظ شده 60% الان اونجا چال شده، اگر بازرسای آژانس پای اونجا برسن با دستگاه بو بکشن میفهمن این زیر الان اورانیوم دفن شده یا نه. اگر دفن شده باشه جمهوری اسلامی دیگه کری نمیتونه بخونه، یعنی اون چیزی که در لفافه صحبت میکنن که ما کارهای دیگه هم میتونیم بکنیم و از NPT بیایم بیرون، اینا میگن آقا همین شما اصلا نمیاین، هم خودمون از NPT میذاریمتون بیرون ببینیم که چند سال طول میکشه دوباره بتونید 250 گرم غنی شده جور کنید. اما اگر معلوم بشه که اون زیر نبوده که دیگه اون موقع برای جمهوری اسلامی واقعا واژه مادر به گریه رو میشه استفاده کرد، باید بیان جواب پس بدن که کجا بردن تخلیه کردن و تو همین مدت کوتاه چرا تا حالا دروغ گفتن. محال ممکنه جمهوری اسلامی اجازه رو بده که تکلیف این اورانیوم غنی شده مشخص بشه. برای همین من فکر می‌کنم با شرایطی که در حال حاضر داریم می‌بینیم این جاده واقعا به هیچ مسیری و به هیچ جایی به هیچ راهی نخواهد رسید و تمام مسیر فقط برای اتلاف وقت. امروز دیدم که آقای گروسی گفته خب آقا این توافقنامه رو بیاین امضا کنیم که دل غافل. شورای امنیت ملی بیانیه داد بعد از اینکه نه به آقای عراقچی گیر دادن که آقا چرا رفتی امضا کردی و نکنه اینا که داری میگی درست نیست و متن بده ما بخونیم. بیانیه داد که آقا هر چی داره میگه درسته، هیچ چیز خاصی امضا نشده، هیچ تعهدی نداریم، همه چیز گل و بلبله و توقع هم دارن با این اتفاقی که امضا شده الان آژانس بیاد یه صحه‌ای بذاره روی این داستان و اون اسنپ بکی که الان رفته برای اجرایی شدن از فاز تصمیم گیریش گذشته، فکر میکنن که الان میتونن جلوی اونو بگیرن که زهی خیال باطل. ممنونم. هنوزم سوال خیلی ها اینه که خامنه‌ای کجاست؟ چون معمولا حرفای خامنه‌ای رو علی حسین شریعت مداری انعکاس میده. تیتر اول روزنامه کیهان رو نگاه کنید، به نظرم خیلی گویاست وضعیت، نشون میده که خامنه‌ای واقعا در یه وضعیت نمیدونم در جایگاهی قرار گرفته که دیگه نه کسی بهش اعتنا داره. اغلب او رو متهم میکنن که وضعیتی که مملکت امروز پیدا کرده به خاطر تداوم سیاست‌های غلط او بوده، برآوردهای اشتباه محاسبه و تیتر کیهان اینه که اروپا پیش تحریم ها رو بر نمیداره. این واقعیت. فریب آژانس رو نخورید. اینا تیترای درشت روزنامه کیهان. یعنی واقعا متوجه سردرگمی خود حکومت هم میشید. متقی جان فرهاد هستم. خامنه‌ای کجاست؟ والسی ژورنال یه مقاله خیلی قشنگ نوشته، تحلیل قشنگی داشت. خب اولا که ترس کل تهران رو گرفته، یعنی خودشون هم واقعا میترسن از اینکه نمیدونن کی قراره چه حمله بشه. این کاملا مشخص، همشون هم دارن میگن آقا حمله میشه. خامنه ای رو ازش دارن اینجوری استفاده میکنن که به بهانه اینکه آقا بیای بیرون میزننت سعی میکنن که یه مقدار جدا و منفک بذارنش. خامنه ارتباطش با دولت با همه تقریبا میتونم بگم نزدیک به صفر. اگه دقت کنید وقتی پزشکیان رو دید در همین جلسه آخر که بودن، به پزشکیان با دست اشاره کرد، با یه انگشت اشاره کرد، پزشکیان اومد و شروع کرد بهش گفت این کارو کنید اون کار. یعنی اینا تماس تلفنی با هم ندارن، هیچ تماسی با هم دیگه ندارن و تمام جلسات که تا حالا خامنه‌ای اومده کوتاه بوده.
حالش بد بوده، به سختی تونسته 4 کلمه حرف بزنه دیگه، از اون خطابه های جسم علیلی دارم و 4 نفر نمیدونم بلند بلند شعار بدن و غیره، از اینا هم هیچ خبری نبوده. و چیزی که داریم میبینیم یکی عاملش ترسه، یکی بحث سلامتیش که الان خیلی بحث‌ها در موردش هست که سلامتیش اوضاعش خیلی خراب، از رنگ رخسارش مشخصه، از نداشتن قدرت تکلم که معلومه با چند تا آمپول تونستن سر پا نگه دارن کاملا مشخصه. و تو این معادله در حالت فعلی فکر میکنم که هسته اصلی قدرت خامنه‌ای رو کنار گذاشته و اونان که سکان رو به دست گرفتن، همون کسایی که اتفاقا در قبال تحریم ها سود میبرن، همون کسایی که خود آقای شریعت مداری هم جز باندشونه و اینا اصلا به نفعشون نیست تصمیمات بخواد جور دیگه بشه، چون آدمایی که پشت پردن نفعشون رو دارن میبرن. و فقط اگر گهگداری کسی از بین اینا باشه که لو بره مثل شمخانی، اون موقع ممکنه حالا مثلا بچه اون تحریم شده، خودش تحریم شده، ولی بقیه‌شون دارن ارتزاق میکنن، براشون مهم نیست. اصلا اروپا تحریمی نداره برداره، اصلا تحریم های اروپا به واسطه تحریم کردن جمهوری اسلامی نیست. آمریکا وقتی که گفت اگر کسی با جمهوری اسلامی کار کنه باش کار نمیکنن، تحریم های آمریکا باعث شد شرکت های اروپایی با جمهوری اسلامی کار نکنن. وگرنه الان اگر اروپا همه تحریم هاشم برداره، باز هم شرکت های اروپایی آزاد نیستن با جمهوری اسلامی کار کنن، چون نمیخوان مورد تحریم های آمریکا قرار بگیرن. اینو یادمون باشه، این بحث اسنپ بک این بیشتر بود سیاسیش مهمه تا بود اقتصادیش. بود اقتصادیش تقریبا تمام سوراخ‌های ممکن آمریکا بسته و خیلی کم پیش میاد جایی باشه که الان بتونن از اون ارتزاق بکنن. اروپا آنچنان قفل محکمتری به این تحریم ها نمیزنه، ولی اینکه جمهوری اسلامی به عنوان یک کشور خطاکار در سازمان ملل معرفی میشه، این مسیر رو یا این تهدید رو باز میذاره که ممکنه ذیل بند 7 بره حمله نظامی مشروع از قدرت‌های جهانی بشه و از این میترسه جمهوری اسلامی، به خاطر اینکه برنامه‌هایی که در سر دارن برنامه‌های کوتاه مدتی نیست. اینا از همین الان پلن دارن که کدوم کشورها رو چجوری میخوان فتح کنن، بمب اتم رو بگیرن، اول به کی میزنن. مدت‌ها قبل اینا بمب نمک رو در دریاچه ارومیه تست کردن و هزار و یک کار دیگه که دارن میکنن که بتونن قدرت برتری نظامی پیدا بکنن. حالا همش همونایی هم که دارن هم متاسفانه یا خوشبختانه هنوز درست کار نمیکنه، همشون وقتی فیلم میگیرن بعدن آهنگ سوسماس روش میذارن، به خاطر اینکه یا عمل نمیکنه یا کج میره یا 500 تا شلیک میکنن، 9 تاش به صورت آب گرم کن تو سر مردم فلسطین میخوره تو حمله که به اسرائیل داشتن. ولی به هر حال میخوام اینو خدمت شما عرض بکنم که وضعیت فعلی چشم انداز برداشته شدن تحریم‌ها تقریبا میتونم بگم صفره، نه به خاطر فقط اسنپ بک بلکه به خاطر اون روی کردی که ترامپ در اون پشت داره. و اروپا جالب 3 تا شرط گذاشته. 2 تا شرط اولش که در مورد هسته‌ای، شرط سومش آغاز مذاکره با آمریکاه، یعنی خود شرط سومه اگر شدنی بود جمهوری اسلامی تا الان انجام داده بود. مثلا الان که دیگه تمام اون آرزوهاش هم رشته شده، تمام مراکز که این همه هزینه کرده بود، این همه تونل کنده بودن و این همه اتفاق و رقم زده بودن ویران شده. بعید میدونم که تحت شرایطی حاضر بشن که با ترامپ سر یک میز بشینن و بخوام مذاکره کنن. یه مشکل اساسی دیگه اینه که یکی از راه‌های کسب درآمد اینها قاچاق مواد مخدر بوده دیگه علی خامنه‌ای رو در رأس این کارتل میبینن. همین امروز وزیر کشور لبنان اعلام کرد که در بندر بیروت محموله هایی دست پیدا کردن، کشف کردن که راهی عربستان سعودی 6 میلیون و 500 هزار قرص کوپتاکون. پیش از این هم سعودی اعلام کرده بود که موفق به کشف شده و جمهوری اسلامی هم که اعلام کرد کشت خشخاش دوباره در این مملکت آزاد میشه. یعنی برگشتیم به قبل از انقلاب فرهنگی در چین، یعنی ایران رو عملا برگردوندن اون دوره. خب اینم به نظرم خیلی موضوع مهمیه که راههای قاچاق مواد مخدر و تحریم زدن تحریم ها از این طریق رو دارن میبندن و این میتونه خیلی مشکل ساز بشه از نظر مالی، مثلا برای گروه های وابسته به جمهوری اسلامی در منطقه. بفرمایید. بله، این که اصلا واقعا به معنی واقع شناسنامه‌شون داره باطل میشه دیگه. یکی از اتفاقات بسیار بسیار خوبی که رقم خورد بحث سوریه و لبنان و صفر کردن مرزاشون بود دیگه. شما ببینید هواپیمای جمهوری اسلامی میشینه، میگن تو ترمینال گیر میکنه، میگن بارش باید چک بشه، حتی کیف دیپلمات‌ها رو میگن باید چک کنه چون میدونن اینا چه آتیشی میسوزونن. ببینید هر موقع قدرت نظامی به صورت
مرسنری یا به صورت مزدور، آدمایی که پیمانکار میرن به کشورهای مختلف قدرت میگیرن، این اتفاق میافتاد. تجارت مواد مخدر رو در افغانستان دیدیم که این همه بعداً افشا شد، CIA پشتش بوده. اتفاقاتی که به حال معمولاً ارتشا وقتی میرن تو کشورها که یه همچین تجارت پرسودی هست و پلیس درست حسابی هم نداره استفاده میکنن. در سوریه این اتفاق توسط معاونان قاسم سلیمانی رقم خورد، همون چیزی که بعداً فیلماش هم اومد وقتی سوریه رو فتح کردن، کارخونهش رو پیدا کردن. تمام چیزایی که اونجا بود اینا همش از طرف سپاه قدس میرفت دست حزب الله لبنان، در اروپا پخش میشد، به آمریکای جنوبی میرفت. یه مسیر مشخصی داشت که اینا تجارت مواد مخدر میکردن، پولاش هم میرفت در یه بانکی در اگر اشتباه نکنم در مولداوی، بعد از اونجا از حساب 33 نفر آدم واریز میشد به یه بانک دیگه در پاریس و از اونجا پولشویی میشد، از اونجا میدادن به روسیه، از روسیه میزدن به حساب اون آدمایی که میخوان بزنن. یعنی کل این مسئله رو میرفتن که روسیه بدنام نشه، که بعدن روسیه باشون همکاری نکنه. که الان تمام این اتفاقات تعطیل شده دیگه. شما نگاه کنید، احمدالشهر دیروز مصاحبه کرده، گفته که حالا ما اینجوری هم نیست که تا ابد نخوایم با جمهوری اسلامی رابطه داشته باشیم، چون الان جمهوری اسلامی واقعا آرزوش دکه بهش بدن. اصلا الان اگه یه پی طلبی بدن سفیر حاضر بره اونجا بشینه، واسه که این همه اینا هزینه کردن اینجا، این همه نیابتی داشتن ولی قطع ارتباط کامل سیاسی هن. هیچ جایی در اونجا ندارن. گفته حالا اینجوری، ولی شرطش اینه که نباید تو سوریه دخالت کنن. از اون من می‌بینید در همون زمان میگه ما با اسرائیل وارد توافقیم، داریم با هم توافق میکنیم که از اون قرارداد قبلی که داشتیم، از اون مناطق که حالا توافق شده بوده، اسرائیل عقب نشینی کنه و بره بیرون. یعنی با اسرائیل دارن توافق میکنن ولی با جمهوری اسلامی حتی حاضر نشدن هنوز سر یک میز بشینن. تمام درآمد جمهوری اسلامی از این مسیرهای مختلف کثیف بوده که همش بسته شده و الان انقدر ناتوان شدن که اولا اینا رو دعوت نکرده بودن قطر برای این سمینار. اصلا سمینار کشورهای مسلمان عرب بوده. بعد دیگه با پزشکیان تماس میگیره این برانور، اینا رو دعوت میکنن. لاریجانی بلند شده رفته اونجا، در اونجا فریاد زده عربده کشی که آقا شما کشور عربی باید جبهه مبارزه با اسرائیل تشکیل بدید. حالا همه اینا رقم بدبستون اقتصادیشون با اسرائیل عدد بسیار بالاییه. درسته که حالا قطر به عنوان اینکه کشور همزبان و غیره، ولی شما مصاحبه‌های مختلف عربستان سعودی در مورد قطر می‌بینید، میگه آقا ما رو اینجا گذاشتید به عنوان سیبل، قطر داره خرج تروریست رو میده ولی همه جا اسم عربستان سعودی میاد. چندین بار دولت مرداش مصاحبه کردن، گفتن جمهوری اسلامی که خودش الان مشکل داره و پولشو نداره یا به قولی جونشو نداره، در آرزوها و رویاهاش میمونه که الان ناخون بزنه، یه جوری دعوا را بندازه، بگه این جنگی که من باید بکنم نمیتونم، شما بیاین با هم بسیج بشید، شما برید بجنگید. شما میدونید دائما بودید، منم میدونم که اگر آمریکا به جایی تسلیحات میفروشه، اجازه استفاده از اون تسلیحات رو بدون اجازه آمریکا ندارن. یعنی در تاریک ترین رویای نیمه شب تابستانشون هم محال ممکنه که مثلا عربستان سعودی با اون F-35 که خریده یا امارات با اون F-22 و F-15 که خریده بخواد حمله کنه مثلا به اسرائیل، اصلا هم چیزی نشدنیه و حتی عنوان کردنش هم نشون میده که چقدر اینا دستشون خالیه. فکر میکنم که به همون قدرت ماورا طبیعی علمای قم بخوان متوسل بشن بیشتر گیرشون میاد تا بخوان از کشورهای عربی بخوان که با اسرائیل وارد جنگ بشن. ممنونم. اما این تظاهرات ضد اسلام تندرو و ضد گروه‌های افراطی خاورمیانه‌ای که در کشورهای مختلف غربی لانه کردن، جنجال ایجاد کرده، الان واقعا یه جنبش جهانی، نهضت جهانی ایجاد شده. آیفته، حزب آلترناتیو دست راستی که هیچ شانسی در دست کم در ایالت‌های غربی آلمان نداشت، در آخرین انتخاباتی که برگزار شد همین روز گذشته نتایجش اعلام شد، در نورد راین وستفالن 14 میلیون واجد به اصطلاح شرایط دارین میتونن رأی بدن. 14 میلیون نفر، رقم بالایی است و یکی از اولین مناطقی در جهانی که تجربه کرد حضور کارگران خارجی در چهاردیواری خودش رو. تجربه گرانقدری داشت و ادغام فرهنگی از اونجا شروع شد. امروز متوجه شدن که شکست خوردن، ادغام فرهنگی نتیجه نداد. وقتی یک گروه آلترناتیو که معتقد بسیاری از مهاجرین باید برگردن به خانه‌های خودشون،
تعداد آرای 3 برابر میشه. چپ ها میبازن. اسپیده که حزب چپ به اصطلاح سنتی بازنده از، سبز ها بازندن، چپ ها بازندن. در آمریکا الان بیشترین موج حمله رو متوجه چپ هاست. ببینید در همین کالیفرنیایی که ما داریم زندگی میکنیم، اون مقصر میدونن به اصطلاح در اتفاقاتی که افتاده، از جمله همین چارلی کیرک و قتلش به وسیله یک جوانی که گفته میشه به محافل چپ افراطی ارتباط داشته. در پا گوشی برات جان. یه چیزی کاملا مشخصه، ما توی عصری داریم زندگی میکنیم که انقدر سرعت گردش اطلاعات بالاست، ما میتونیم بگیم مردم آگاهتر شدن. یه بخشی از مردم خیلی آگاهتر شدن، یه بخشی از مردم هم توهم آگاهتر شدن رو به دست آوردن. این دوتا تفاوتش خیلی زیاده. مثل آدمایی که 4 تا جمله معروف، 4 تا نقل قول از 4 تا نویسنده رو حفظ میکنن و فکر میکنن که خیلی باسوادن و میتونن برن سخنرانی هم بکنن. اتفاقی که افتاده، میزان جرائم و میزان کابوس‌های وحشتناکی رو که مهاجرین اکثرا مسلمان از کشورهای مخصوصا آفریقایی در اروپا رقم زدن انقدر زیاده، چون اینجا واقعا صفر بوده، یعنی همچین اتفاقاتی رو نداشتن. این باعث شده که مردم یه مقدار به ترس بیان. بعد تازه شروع شده حساب کتاب که آقا الان چند نفر اومده، اینا که اومدن دارن چی کار میکنن. بعد فیلمایی که خود اینا گرفتن از خودشون، آدما که تو خیابون میگن سر کار میری، یا میگه برای چی برم سر کار، اومدم اینجا میخورم میخوابم، آلمان وظیفشه حقوق منو بده. همین اتفاقات در آمریکا به طرز وحشتناکتر، هم کسی که به این خانم اوکراینی در اتوبوس حمله کرد، اتوبوس بود یا مترو، حضور ذهن ندارم، 14 بار تا حالا دستگیر شده بدون که بره زندان، آزاد شده. خب مردم میگن آقا دیگه بس، دیگه یه جایی باید جلوش گرفته بشه. تمام این رویکردهایی که چپ‌ها برگزار کردن تا الان، تمام دادستانایی که به حال پشتوانه‌شون ثروت جورج سوروس بوده تونستن رأی بیارن، اینا نابود کردن آمریکا رو. دقت بکنید، یه اتفاقی که از 10 سال 12 سال پیش رقم زدن، الان یک نسل نوجوان یا جوانی که از سلامت روانی برخوردار نیستن. این چیزی که خیلی ها دارن میگن آقا الان آمریکا باید به بیشترین چیزی که میپردازه سلامت روانی مردم باشه. قیافه های وحشتناک، عملها و عکس العملهای ناجور، همه اینها در کنار اسلحه‌ای که حملش مجازه میتونه خطرآفرین بشه. نه که اسلحه نباشه، مثل آلمان چاقو برمیدارن همین کارو میکنن. در کنارش این 2-3 سالی که هوای پاندمی همه جا قرنطینه شد، آدمایی که مشکل روحی روانی و افسردگی داشتن در یک 4 دیواری محبوس شدن و همه اینها داره الان یواش یواش میزنه بیرون و راه بسیار زیادی رو به هر حال باید همه کشورها برن تا بتونن آثار مخرب این 2-3 سالو برگردونن. ولی اولین بحثی که هستش که میتونه کمک بکنه به این اتفاقه، حضور پررنگ پلیس به عنوان ضابط امنیت برای اجتماع و در کنار این اتفاقه که دستشون یه مقدار باز باشه. بدترین و شاید بگم موثق‌ترین نوع پلیس رو ما در همین کالیفرنیا، مخصوصا در سان فرانسیسکو دیدیم که آقا اگر دزده داره میدزده، پلیس اجازه نداره دستگیرش کنه مگه اینکه طرف داوطلبانه بیاد. اتفاقاتی که الان در آلمان هم خیلی سخت شده دیگه. الان مثلا میگن آقا در مجامع عمومی در این بازارها غیره سلاح سرد نباید کسی ببره، بعد پلیس اجازه نداره طرفو بگرده، به طرف میگن آقا شما چاقو داری امروز، میگه نه، 2 تا آبجو میخوره دیگه، جلو پاش هم نمیتونه ببینه، 4 تا غرفه اونورتر 2 نفر رو با چاقو میزنه. و این اتفاقاتیه که تا وقتی تصمیم درست حسابی نگیرن برای اصلاح کردنش، فارغ از این که این از لحاظ سیاسی این تصمیم مفیده یا مفید نیست، چون نگرانی که همه دارن در این موارد اینه که اگر تصمیم درست بخوام بگیرن رأی نمیارن، ممکنه صندلیشون رو از دست بدن. و همین اتفاقه باعث شده که آفته 3 برابر بشه، واسه اینکه حزبای دیگه از ترس اینکه نکنه پایگاهشون از دست بدن هیچ حرکتی نکردن. همین اتفاقی در حزب دموکرات هم افتاده. هیچ موقع نمیدن بگن آقا بله این آدمی که کشته بیخود کرده کشته، آقا هر کسی خلافکاره بگیرید بفرستید. به طور کامل با برگردوندن پناهجویان مخالفت کردن و همین باعث شده که مقبولیتشون از دست بدن. الان داریم میبینیم اولین باره که بالاترین کاندید دموکرات‌ها در انتخابات دور بعدی هنوز به 40% نرسیده. گوین نیوسام که 38%.
و در اروپا هم این اتفاق هست. من فکر میکنم که مسیری که داریم میریم راست میاد بالا و اینو مطمئنم که بعد از چندین سال راست به راست افراطی و نزدیک به فاشیسم میشه و بعد حالا مسیر برعکس میشه، همونطور که حالا قبلا هم در صحبت‌های قبل از برنامه داشتیم، به صورت یک آونگ میمونه، به صورت یک پاندول میمونه، معمولا به این صورته که از چپ به راست و از راست به چپ میره، چون هر موقعی که به چپ یا به راست میرسه مردم تازه متوجه معایبش میشن و سخت براشون که وسط رو انتخاب کنن، معمولا به قطعا نهایت سرعت به جهت مخالف میره. همونطور که الان میبینیم اتفاق داره میفته. در لهستان 3 میلیون نفر بیرون اومدن، در لندن 1 میلیون نفر بیرون اومدن که برای همین بحث خارجی ها بود فقط، ولی در کشورهای مختلف مثل ژاپن، کره جنوبی، استرالیا، در کشورهای بسیار زیادی با تصاویری که در اختیار داشتن، عکس چارلی کرک بود، در حتی مائوری های نیوزلند بیرون اومدن و سعی کردن که یادش رو گرامی بدارن. امیدوارم که از این صحنه‌های خشن و بسیار نگران کننده در آینده دنیا کمتر شاهدش باشیم. ممنونم، تشکر میکنم. برای که بدونید که چقدر اروپایی‌ها جدی هستن، امروز یه نفر انتخاب که آقای سینان، فکر کنید یه بچه 4 ساله از یه خانواده ترک که مهاجرت میکنه میاد به آلمان، پدر مادر هر دو روزنامه نگارن. این بچه تو آلمان بزرگ شده، حقوقدان میشه. امروز او رو انتخاب کردن به عنوان رئیس شورای نگهبان قانون اساسی، کارشناس ضد ترور، کارشناس ضد افراط‌گرایی اسلامی است. اینا نشون دهنده که اروپا واقعا داره به مرحله جد میرسه، جداً. و از این بابت ما به عنوان ایرانی باید خیلی خوشحال باشیم که تمام منافذ به اصطلاح نفوذ جمهوری اسلامی داره بسته میشه، مسدود میشه. دیگه مسیر مثل گذشته باز نیست. درها به روی جمهوری اسلامی داره یک به یک بسته میشه و چیپ بسته میشه. این خیلی اسباب خوشحالی است و قدرت مانور جمهوری اسلامی رو قاعدتا خیلی خیلی کم کنه. برای جان اگر سخنی 2 دقیقه اینم مال تو، سخن پایانی. خواهش می‌کنم. بزرگترین دغدغه‌ای که این روزها وجود داره یه سری متاسفانه بلایای طبیعی هستش که انتظارش رو مجبوریم بکشیم از کشور عزیزمون ایران. امروز خبر اومد 70 تا 80 مدرسه در اصفهان تخلیه شده به خاطر فرونشست زمین. اتفاقات بسیار تلخی که به خاطر سوء مدیریت جمهوری اسلامی رقم خورده. فقط میتونم بگم خدا به داد مردم ما برسه که چه اون دماوندی که چند وقت پیش دیدیم داره دود میکنه، چه گسلهای تهران، چه اتفاقات این چنینی اگر در شهرهای بزرگ بیفته، واقعا با این کفایتی که جمهوری اسلامی از خودش نشون داده، متاسفانه ما شاید به 10 میلیون نفر عزیز از دست رفته دوچار بشیم. امیدوارم قبل از اینکه دیر بشه بتونیم کشور رو آزاد کنیم و با کارشناسان بین المللی چاره کنیم. ممنون از اینکه منو دعوت کردید. سپاسگزارم فراد متقی عزیز. تا گفتگوی دیگر ممنونم. از بازار آگاهی عبور میکنیم، برنامه رو پی میگیریم. هم روزهای خیلی خیلی مهمی هم در تاریخ جهان، هم در تاریخ میهن و مملکت ما. دنیا داره یه مرحله گذار رو طی میکنن. اتفاقی ممکن امروز فرانسه اعلام کرد که داره تلاش میکنه برای تولید بمب‌های اتمی 10 برابر نیرومندتر از بمبی که آمریکا بر سر هیروشیما فرو ریخت. 10 برابر نیرومندتر، یعنی زرادخانه اتمی خودش رو داره تقویت میکنه. مدودف دستیار یا چیفکش ولادیمیر پوتین تاکید کرد که ما تو پایان این قرن اروپا رو رها نمی‌کنیم. و امروز خود اروپایی‌ها گفتن که واقعیت اینه که ما در جنگ با سوریه قرار داریم ولی اون رو انکار میکنیم. واقعیت اینه که ما عملا در یک جنگ بزرگ علیه سوریه برای روسیه شرکت داریم و روسیه قصد داره که اتحادیه اروپا رو برهم بریزه.